به نام خدا، گلو مریخی هستم، مدرس کار با مواد. میخوام چند تا ترکیب پرکاربرد رو بهتون یاد بدم. البته توی جزوه ترکیبای دیگرم براتون مینویسم و بهتون آموزش میدم. چند تا ترکیب پرکاربردی که معمولاً روی موهای دکولوره شده، لایت شده یا حالا هر تکنیکی که به کار بردید این رنگسازها استفاده میشه. یکی از اون رنگسازها رنگساز کرمه. باید بدونید که کرم خودش به 3 دسته میتونه یا 4 دسته تقسیم شه. مثلا کرم دودی داریم، کرم مثلا ساده داریم، کرم صورتی داریم، کرم طلایی داریم. ببینید اگر اون دایره رنگی که بهتون یاد دادم یادتون مونده باشه، خیلی اینجا به دردتون میخوره. شما برای ترکیب کردن چند رنگ با هم باید به دایره رنگی آشنا باشید. برای به وجود آوردن رنگ کرم ما چند رنگ رو باید با هم مخلوط کنیم تا یک کرم خوشگل به دست بیاریم. اون چند رنگ به طور کلی اینه. یکی از این رنگ هایی که برای کرم استفاده میشه دودیه. رنگ بعدی طلاییه. و همیشه چند سانت بنفش. ببینید این بنفشی که ما به رنگ دودیمون اضافه میکنیم برای اینه که دودی گفتم بهتون یعنی پیگمنت آبی داره. حالا ما میخوایم این پیگمنت آبی با زردی مو ادغام نشه به ما سبز بده. ما دنبال رنگ کرم هستیم. استفاده از رنگ گرم طلایی و چند سانت بنفش به شما کمک میکنه رنگتون کرم باقی بمونه، یعنی رنگ شما به سمت سبزی نره. حتی ممکنه تو بعضی از کلیپ ها ببینید که مثلا به اندازه 1 سانت، 2 سانت، 3 سانت بستگی به اون حجم مو طرف از قرمز 7.66 قرمز آتشین استفاده میکنه. قرمز هم تو اشل خیلی پایین به ما این کمک رو میکنه که مو به سمت سبزی نره. یعنی اگر بنفش نداشتید میتونید از چند سانت قرمز کم خیلی با دقت استفاده کنید. 1 سانت 2 سانت قرمز توی رنگتون اضافه کنید. از ترکیب کرم دودیمون شد رنگ اول و رنگ غالب شد خود دودی. رنگ بعدی رنگ دوممون شد 1/4 دودی طلایی و چند سانت بنفش. بنفش پایه 5 یا 6. خب این شد ترکیب رنگمون. حالا برای اینکه مو به تیرگی نزنه و یه جورایی هم اصطلاحاً میگن مو رو لیفت کردن، یعنی مو رو روشن کردن و پایه دکولوره رو بالا کشیدن، میایم یه مقداری به این ترکیبمون، به این ترکیبی که بهتون گفتم، یه مقدار بالاترین پایه N رو اضافه میکنیم. N یا همون رنگ طبیعی. دوستان N باعث میشه ماندگاری رنگساژتون بره بالا و از اونجا که رنگ طبیعی هست و هر 3 تا پیگمنت قرمز، آبی و زرد رو داره، حالت کرم مانند رو تقویت میکنه و برای اینکه پایه‌تون رو لیفت کنید و رنگساژتون تیره نشه رو موی مشتری، میرید از انهای شماره بالا، مثلا N12 تو کاتالوگ یا اگر نداشت N11 یه مقدار توی کاسه رنگتون اضافه میکنید. چه مقدار؟ مثلا به حدود کل رنگتون که درست کردین، ترکیب رنگتون رو به دست آوردید، حدود مثلا 1/3 کل ترکیب رنگتون میاد از رنگ N پای بالا استفاده میکنید. خب این کار باعث میشه رنگساژ شما به تیرگی نزنه و اصطلاحاً میگم مو لیفت میشه، میره بالا، پایه دکولوره میره بالا. پس این شد ترکیب کرم دودیمون. حالا برای کرم ساده. برای کرم ساده میتونید دودی رو حذف کنید، همون رنگ اولتون N باشه، N یا همون طبیعی.
دوباره کرم ساده طبیعی رو میریزی. اینجا دیگه ما نیازی به طلایی نداریم. خب دوستان طلایی رو هم حذف میکنیم و چند سانت بنفش برای اینکه به سبزی مو نزن. این هم شد ترکیب کرم ساده. کرم صورتی همین فرمول دودی طلایی چند سانت بنفشه به اضافه چند سانت 7/66. پس شد همون ترکیب کاسه کرممون، همون ترکیب اولیه دودی طلایی بنفش به اضافه برای صورتی کردن رنگ کرم ماست. 7/66 چند سانت. این 7/66 که چند سانت میریزی تو کل کاسه قرمز، چون نسبت به حجمش پایین تره پخش میشه، قرمز حالت صورتی مانند توناژ صورتی توی مونده. این یه فرموله برای کرم صورتی. یه فرمول دیگه هم هست، نصف کاسه کرم بریزید، همین فرمول کرم رو داشته باشید، نصف دیگه کاسه صورتی. رنگ های پاستیلی هستن، رنگ های فانتزی هستن، صورتیشو انتخاب کنید. مثل شامپویی هست. توی رنگتون چند پاپ اصطلاحاً میگن شامپو رنگ بریزید یا از رنگ های پاستیلی استفاده کنید که به صورت تیوبی هستن. نصف کاستون رو صورتی بریزید، نصف کاستون رو کرم بریزید. وقتی که از صورتی ملایم استفاده میکنید یا از صورتی جیغ یا فانتزی به صورت چند پاپ توی رنگتون استفاده میکنید، این کار باعث میشه کرم شما به صورتی بزنه. البته بدونید رنگ صورتی رنگ ماندگاری نیست، یعنی بعد از 2 تا 3 بار شستشو صورتی اون کرم میره، اما این کار باعث میشه که کرم شما دیگه رنگ کرمتون به زردی نزنه، همیشه یه کرم خوش رنگی باقی بمونه. رنگ بعدی کرم طلاییه. همونطور که گفتم فرمول اصلی همون دودی طلایی چند سانت بنفشه برای کرم، با این تفاوت که طلایی اینجا رنگ اوله، یعنی رنگ اول طلاییه، برعکسش 1/4 طلایی دودی استفاده میکنیم. به اضافه همون چند سانتی متر بنفش، چند سانتی متر بنفش. حالا این سانتی متر چقدر باشه بستگی به اون حجم رنگتون داره. ببینید تمام کرما پس با این فرمول بودن، ولی تفاوتشون توی انتخاب شما به عنوان گزینه اول بود که طلایی میخواین، طلایی رنگ اولتون رو بیشتر کاستون رو میگیره. اگه ساده میخواین رنگ طبیعی رو استفاده کنید، یه چند سانت بنفش توش بریزید، و اگر دودی میخواین دودی رنگ اولتون باشه. پس این تعاریف انواع اقسام کرما شد. صورتی هم که کرم صورتی هم گفتم 2 مدل، یا میتونید با اضافه کردن 7/66 کرم صورتی بسازید، یا میتونید نصف کاستون رو صورتی بگیرید، اگر صورتی ملایم دارید نصف کاستون رو رنگ کرم بگیرید، یا توی رنگ کرمتون چند پاپ از این شامپو رنگ های صورتی جیغ بریزید، هم بزنید تا توناژ صورتی توی انعکاس رنگتون مشخص بشه. خب این شد تمام کرمای ما، و تو تمام این فرمول ها استفاده از یه مقدار N12، اگر بالاترین رنگ طبیعی که تو کاتالوگ وجود داره N12، یا اگر نداشت N11 بگیرید، یه مقدار رنگ طبیعی پایه بالا توی همه رنگاتون اضافه کنید، همه رنگ‌های کرمتون اضافه کنید تا رنگ شما هم ثباتش بیشتر باشه، همین که رنگ شما خوش رنگ میشه و به کرم خوش رنگی میزنه. این شد رنگ‌های کرممون. یادتون باشه عزیزان من، تمام این کرمایی که من دارم میگم برای دکلوره پایه 9 روی دکلوره روی پایه 9. شما اگر همین ترکیب رو پایه 7 بذارید
اصلا جواب نمیگیری. رو پایه 8 بذاری رنگ خوش رنگی نمیگیری. برای پایه های پایین بعدا بهتون توضیح میدم یه سری راهکارهای دیگه ای وجود داره. اینا همه روی پایه 9 هن که کرم خیلی خوش رنگی به ما میدن.